سلام. با ویدیو آشنایی با بهای تمام شده بر اساس فعالیت در خدمتتون هستم. به قول یکی از دوستان سلام. با ادامه آشنایی با بهای تمام شده در خدمتتون هستم و در حقیقت قرار بود برای این اپیزود روی ABB بریم و روی بودجه ریزی، مبحث شیرین بودجه ریزی تمرکز کنیم، اما ترجیح دادم که برگردم روی بهای تمام شده و ABC رو با یک مثال جدی و عملیاتی در واقع بیشتر عمیق شیم توش، چون این مبحث ABC خیلی مبحث مهمیه و توی باجتینگ خیلی به دردمون میخوره. این رفت و برگشت های مبالغ و هزینه ها و بین فعالیت ها و محصولات و ارقام که در هر واحد محصول در بیاد چه بهای تمام شده داشته، واقعا مهمه و درک کردنش، عمیق شدن توش خیلی به نظر من، هر بارم من بهش برمیگردم چیزای جدیدی دستگیرم میشه. خب به هر حال منم خیلی متخصص نیستم توی این موضوع و در واقع آشناییت من به خاطر حضور توی سری کلاس ها بود که البته همینجا اشاره باید بکنم که این مطالب بسیاریش گرفته شده از جلسات آموزشی دکتر صراف هستش توی مبحث ABC و ایشون واقعا یه متخصص حاذق هستن توی این موضوع و میتونید برید کلاس ها و نرم افزارهایشون استفاده کنید. من ارجاع دادم به ایشون، ولی من برای اینکه نشر بدم دانش رو و حس میکنم که توی کشور ما یه بحثی هست راجع به آموزش که باید بیشتر آموزش‌های رایگان رو شیر کنیم برای افرادی که شاید توانایی مالیشو به اون حد ندارن که برن آموزش ببینن. این شیر کردن اطلاعات باعث برگشتش به خود اون میشه، یعنی واقعا باعث آبادانی توی این کشور میشه. ما باید تا جایی که میتونیم دانشمون رو به وسیله اینترنت که الان موقعیتش هست، بسترش هست، انتشار بدیم، پخش کنیم و از همدیگه یاد بگیریم تا بتونیم در واقع فناوری هامون رو به جلو ببریم و فناوری هامون خیلی عقب‌تر است از کشورهای توسعه یافته. بگذاریم مثلا یهویی بحث هم رفت یه طرف دیگه. من تو ویدیوی قبلی سعی کردم که زیرمش تایم ضبط رو زیر 10 دقیقه و 15 دقیقه ولی نشد، 16 دقیقه ضبط کردیم. این دفعه میخوام، چون واقعا بحث فهمیدن این موضوع مهمتر از اینه که من زمان ویدیو رو بخوام کنترل کنم، سعی میکنم که به جاش بیام و حتی شده 2 بخش کنم ویدیو رو برای کسایی که علاقه‌مندن اونطوری کامل بشینن و ببینن. مبحث خیلی مبحث سنگینیه ولی من سعی میکنم خیلی شسته رفته و مختصر بگم و کلیدی آموزش بدم، یعنی اون چیزایی که متوجه شدم و خیلی کلیدی بهتون بگم. ببینین الان امیدوارم درسته آل دیسپلی. ببینین ما تو جلسه قبل که حتما برید اون رو گوش کنین، اون ویدیو رو که اون بیس اینه، ما به اینجا رسیم که برای اینکه بهای تمام شده محصولات رو به دست بیاریم با استفاده از محرک ها و هزینه های مستقیم که دایرکت میره روی محصول. اینجا من سمت راست علت فعالیت وای نمی‌نویسه، خروجی و محصولاتمونه. ما با فعالیت هامون این محصولات رو به دست میاریم و این فعالیت هامون هزینه هایی برامون داره. این هزینه های مستقیم دایرکت وصل میشه به محصولمون وارد میشه. هزینه های غیر مستقیممون که صرف عملیات میشه، چه عملیات در واقع فعالیت های عملیاتی خود سازمان، چه فعالیت های غیر عملیاتی سازمان، اینا به هم ارتباط پیدا میکنن با استفاده از محرک ها. حالا محرک ها رو محرک های منبع هزینه میگفتیم که این هزینه ها چطور به فعالیت ها وصل میشن. یه محرک داریم که فعالیت ها چطوری به فعالیت های اصلی شرکت ارسال بشن، محرک های اونها باشن در واقع، و با استفاده از فعالیت های اصلی شرکت به
در واقع محصول وصل میکنیم هزینه ها رو، که تمام هزینه ها رو بتونیم بریزیم به محصول وصلش کنیم و داخل هر در واقع هر محصول ببینیم که چقدر هزینه برداشته و در انتها میتونیم پر واحدش کنیم و کنار درآمد بذاریم و سود بذاریم و حاشیه سودش رو هر محصول رو به دست بیاریم و آنالیز های خودش. ولی هزینه های مستقیم، حالا اینو میخوام ببرم روی اکسل، همه اینا رو گفتم، من یه مرور کردم. داخل اکسل من هزینه های یک سالی از شرکتمون رو برداشتم گذاشتم اینجا و شرکت حمل و نقل هست، ترانسپورت هستیم، ریلی و جاده‌ای و خدمات لوجستیک هم ارائه میده شرکت سمندری. از این مجموعه ایران خودروه، البته کاملا مستقل عمل میکنه از نظر مدیریتی، ولی به هر حال زیر مجموعه ایم دیگه. و حالا بگذاریم، خب تبلیغ سمندری هم یه مقداری کردیم. ما شرکت های داخل و خارج گروه تقسیم کردیم، حمل کانتینر، حمل ما که میگم خودم عرض میکنم برای این پروژه ABC، حمل کانتینر، خودرو، ورق، ریلی، جاده‌ای، قطعه، کانتینر، خودرو، حالا من داخل و خارج هم داریم که برای اون اهمیت پیدا میکنه، اون مباحث دیگه. من محصولم رو اینجا مشخص میکنم، بعد میرم دو نوع هزینه گفتم دارم، اونم مستقیم دارم. من از مستقیم از دفاترم برداشتم هزینه هامو دو دسته کردم، در واقع محرک منبعی شو. یکی نوشتم مستقیم میاد تو این تسهیم بندی میشینه جلوی اون محصول. اون موقع سند زدن یا به هر نحوی تشخیص دادیم که جزء هزینه های مثلا راه آهنه یا هزینه های پرداخت به راننده است، جاده مال این پروژه است، صاف اومد جلوش. بعد میرسیم به اصل داستان که هزینه های پشتیبانی، حالا میخوای اسمشو بذاریم یا غیر مستقیم به هر نحوی، چون این تعریف غیر مستقیم به قولی توی ایزو ما باید بیایم ترمامون رو مشخص کنیم که آقا تعریفمون از غیر مستقیم چیه. ولی حالا من وارد اون نمیشم. همین غیر مستقیم منظور اینه که عملیاتی نیست و نمیدونیم مثلا هزینه برقه، نمیدونیم به کدوم هزینه وصلش کنیم. هزینه های در واقع غیر مستقیمن و من انواع اقسامشو دارم، حالا میریم جلوتر میبینیم. این هزینه ها رو چجوری شناسایی میکنم؟ میام ببینین در واقع من میخواستم از ته به سر برم، فقط کلیتش رو از ته به سر بگم بهتر. پس یه سری هزینه ها مستقیم شد، یه سری هزینه ها هم داریم که با استفاده از محرک هایی که توی این اسلاید وصل میشه به فعالیت اصلی شناسایی میشه. یعنی ببین این مرحله آخر هست من آوردم، مثلا امور اسنادی راه آهن محرکیه که هزینه های غیر مستقیم ریخته شده توی اون فعالیت اصلی، بعد اومده به محصول وصل شده. یعنی ما وسیله انتقال هزینه های غیر مستقیممون به محصولات اصلی فعالیت های عملیاتی هن. حالا ما چجوری این هزینه های در واقع پشتیبانی رو برسونیم به این طریقش اینجوریه. شما محرک های منبع هزینه رو شناسایی میکنیم. من اینجا اومدم هزینه هامو تو دفاتر که دفاترم اینجا هستش، حالا یه کتابچه فعالیت هم درست کنیم بهتره حتما. حقوق پرسنل و دستمزدشون رو اینجا دارم، اینجا خود پرسنل تو چه واحدایی هستن، اینجا گفتم هر این ماندش چقدره و مقصدش چیه، که مقصد فعالیت میتونه باشه، موضوع هزینه باشه، همه واحدهای سازمان میتونه باشه، مثلا هزینه ایاب، ذهاب، اجاره، ثبتی حقوق، هر معینی رو مشخص کنم که به کجا وصل بشه و مقصدش کجا باشه. یعنی اینکه میتونه به واحدهای سازمان بره، موضوع هزینه یا محصول بره، در واقع منظور از موضوع هزینه محصوله، و یا به همه سازمان بره، یعنی یا به فعالیت ها بره. این مثلا آب مصرفی رو به همه فعالیت ها پخش کنیم چون به همه پخش ممکنه بشه، ولی ایاب ذهاب به همه سازمان، به همه واحدها پخش شده. هزینه های بیمه قرارداد مستقیم به همون قراردادی که مثلا ثبت شده مستقیم به اون چی شده، مثلا تخصیص داده، در واقع یک جوری ما داریم تخصیص میدیم هزینه های ثبت.
اجاره بها رو بر اساس متراژ مثلا به همه واحد هستن. یعنی اینجا اومدیم هزینه ها رو به محرک براش معرفی کردیم و مقصدش کجاست. اینجا میایم واحدهای سازمان رو در نظر میگیریم. امیدوارم توی 20 دقیقه تمام بشه. واحدهای سازمانی رو و این که در واقع محرکش چیه و محرک فعالیتش چیه. ببینید مثلا اینجا این ادارات مهندسی و بازرگانی ما اینجا تعداد نفراتشو حالا من زدم مثلا 6 نفرن، توی این اداره فناوری 4 نفره، توی اداره خرید 6 نفره. این هزینه تفکیک شده توسط مالی و بازرگانیه که هزینه هامون در واقع تو این اداره چقدر هزینه اومده نشسته از دفاترمون برای این. در واقع فرمول سامیفی که اینجا دادم میگه از موقعیت هزینه E3 در واقع بیاد برای اینجا بشینه. مثلا من یه لحظه پاس کردم اینجا هزینه هم این جدول رو ببینم چطوری محاسبه شده. ببینید این بخش واحدهای سازمانی چیده شدن و اینجا محرک های هزینه هم هستش، متراژ و توی اینجا که گفتیم این هزینه ها این محرک و مقصدشونه. اینجا اومدیم گفتیم تو هر اداره ای در واقع محرکش مثلا چیه، اسناد هر واحد مثلا چه تعدادی ثبت شده، اون محرک هایی که مثلا تعداد ابزارآلات، تعداد دارایی ها، متراژ، تعداد صورتحساب‌های ارسالی. یک هزینه هست به جز هزینه‌های مستقیم ما تو دفاتر تسهیم کرده بودیم، مال چه در واقع از هزینه پشتیبانیه که تسهیم شده است و من اینو دیگه هیچ هزینه رو نیومدم براش اینجا محرک اعلام کنم. اومدم نوشتم که مرکز هزینهش بر اساس تفکیک مالی که و بازرگانی انجام داده ما بر همون اساس تو همون اداره گذاشتیم. یعنی این نوع هزینه هایی است که تفکیک شده است. این هم که محرک های مختلفی که برای هزینه ها باید اطلاعاتش جمع آوری بشه داخل اون بازه زمانی که داریم بهاییابی میکنیم. چند تا وسیله نقلیه بوده، مثلا 30 تا، 3 تاش تو این اداره بوده، 2 تاشون که ما بتونیم هزینه هایی که بر اساس تعداد وسایل نقلیه محرکش اینه ببریم توی اون اداره مخصوص، تو اون اداره مثلا ناوگانی که داریم. این اطلاعات باید جمع آوری بشه. بعد شیت بعدی میایم در واقع فعالیت رو توی هر اداره، مثلا یه اداره کانتینری کارگو 2 تا فعالیت اصلی براش شناسایی کردیم، شاید 5 تا داشته باشه ولی 2 تا اصلی ها 3 تا اصلی ها رو میاریم اینجا میذاریم که به ما در واقع کمک کنه خیلی جمع و جورتر و سریعتر به جواب برسیم. بعد میتونیم وقت بذاریم و بستش بدیم. این نکته خیلی مهمیه که بعضیا نگران دقت گزارش میشن ولی ما میدونیم که با بست زیادی گزارش موجب فرسایش میشه و پرسنل همکاریشون ضعیفتر میشه، پروژه گره میخوره. این میزان از دقت کافیه از نظر اساتیدی که به هر حال کار کردن و بزرگان ABC. و من خیلی جاها دیدم که تو اینترنت سرچ کردم در این خصوص که سعی کنید فعالیت‌های اصلی و مرتبط اون اداره رو بذارید توی ABC تون. بعد خدمتتون بگم که ما اینجا حساب کردیم مثلا شخص X 50% توی این فعالیت ادارهشونه، 50% توی اون یکی فعالیت داره کار میکنه. اینا رو یه جورایی هم کارسنجی میشه کرد، هم میشه از رئیس‌ها و یا مشورت با خود رئیس‌ها و مدیرا، مثلا یکی 55% توی این کاری، یکی 85% توی یک فعالیت اون اداره است، توی لوجستیک جاده، اون 15% توی یه چیز دیگه. اینجوری این جدول FTE هم بهش میگن، یعنی نفرات، اسم نفرات حالا من محوش کردم. نه این نفرات با این درصد توی اون در واقع اداره و اون فعالیت دارن کار میکنن. خیلی این بخش حساسیت برانگیز بود موقع پر کردنش. خیلی ها گفتن اصلا دارید کارسنجی میکنید، میخواید ارزیابی کنید، اشتباه گرفته بودن و توجیه کردن پرسنل واقعا سخته تو این کیسا.
FTE رو به دست آوردم. حالا یه چیزی جالبی آخر این FTE بهتون میده که کدوم فعالیت شرکت نفرات بیشتری درگیرشن. مثلا ما اینجا توی حمل ریلی کانتینریمون مثلا میدیدیم خیلی درگیرشن و یه بخشی هم حالا حراستمون هستش، خیلی پررنگ نفراتی که توش دارن فعالیت میکنن. هزینه ها به هر حال پخش میشه میچرخه دیگه، ولی خب اینجا یه جوری کارسنجی داریم میکنیم، ناخودآگاه جلوتر میریم میبینیم که توی TDABC و مدیریت میتونی بیای خیلی کارهای متنوعی روی مطالعه انجام بدی و تحلیل بدی به مدیریت، به بیرون، به مجموعه. البته باید خیلی روش حساس باشید چون تحلیلاتون ممکنه که مبنای تصمیم گیریایی باشه که مدیران معمولاً چی میگن، مقداری عجولانه تصمیم میگیرن و همفکری شاید یا مشورتی کمتر انجام میدن. برای همین این گزارش ها مبنای خیلی باید محتاطانه باشه ارائه میشه به سطوح بالاتر. ما اینجا FTE رو به دست میاریم که هر فعالیت چند نفر مثلا توش داره کار میکنه. بعد بر اساس هر مدیریت هم من درصدش رو به دست آوردم چون جلوتر به دردم میخوره. خب یه ربع شد با من همراهید. ما آخراشه دیگه، تقریبا یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه احتمال داره. همینجوری فکر کنم بد نباشه یک تیکه باشه ویدیومون. خب اینجا FTE رو به دست میاریم. یعنی چی شد اداره، فعالیت اون اداره، چند تا فعالیت اصلیش، محرکش. اینجا بذاریم بگیم محرک کدوم محرک ها میشه. میبینیم ما هزینه ها رو به فعالیت ها محرکش رو شناسایی کنیم. حالا این فعالیت ها به فعالیت های اصلی میخوان برن چه جوری برن؟ مثلا ثبت و صدور اسناد خرید مستقیممون بر اساس محرکی به نام صورتحساب‌های هزینه درآمده که باز اینجا مقصدش میشه موضوع هزینه. بعضی ها اما مثلا درخواست خرید همه سازمان میدن مثلا، برای همین این وصل میشه درخواست خرید به همه سازمان. و میگم این دیتاییه که میره از جای مختلف میخونه و جمع کمیت. مثلا اینجا اداره حسابداری خرید و فروش مثلا این تعداد فرضی دیگه 11,000 تا مثلا صورت حساب هزینه ثبت کرده توی مالی و به محصول باید وصل بشه، یعنی خرید مستقیم بوده مثلا. اما اگه خرید معمولی مثلا یک چیز دیگه است. اینجا تعداد رو مشخص میشه و FTEش به دست میاد و شما با استفاده از این FTE حقوق دستمزد افرادم میریزین توی فعالیت ها. یعنی اینجا میای در واقع با یک ضرب این درصد در حقوقی که داره مثلا اون فرد تو اون دوره گرفته، میبینید که مثلا 50% حقوقش میفته توی فعالیت، 50% میفته توی فعالیت، که اینا رو آخر سر جمعش میفته توی در واقع مثلا 40 عددی که جمع حالا هزینه های اون پرسنلی که درصدش اونجا بوده افتاده. شیت بعدی راجع به محصولات که حالا اینجا حملیم، شرکت حملیم میشه خدمات و محرک مستقیمشون. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون دسته‌بندی که من حمله ریلی کانتینر داشتم، برای مثال 2 بار درخواست بهای تمام شده پروژه ها شده، مثلا اون هزینه‌ای که مربوط به حسابداری مدیریت بوده میاد بر اساس این دوتا برای مثلا 2 به جمع کمیت، مثلا 2/24 مثلا یا 2/28 یا 2/52 میفته توی حمل ریلی کانتینر داخل گروه. مثلا هزینه ها رو اینجا میاد با استفاده از محرک های مستقیم، یعنی اینجا دیگه میشه فعالیت وصل عملی. این محرک ها این بخشن محصول و فعالیت های اصلی و عملیاتی، اینا محرک های اونجا. پس ببینیم ما اینجا محرک هایی که
هزینه ها رو وصل میکنه یا به موضوع هزینه مستقیم میشه از اینجا به اینجا. هزینه های پشتیبانی رو وصل میکنه به فعالیت های پشتیبانی یا فعالیت های عملیاتی میشه محرک فعالیت. و محصولات هم یه محرک مستقیم دارن که فقط به فعالیت اصلی، یعنی مثلا اینجا شما فعالیت هایی که میتونستی مستقیم وصل کنی به محصول رو گذاشتی اینجا. پس 3 نوع در واقع دسته‌بندی طی اجرای پروژه دیدیم که ما وجود داره. جا محصولات این هم این و چیزی نداره من به توضیح بدم. این هم جمع مثلا کل اون فعالیت اصلی که مثلا توی عملیات اون هستش. حالا این موضوع این که مثلا الان بهای تمام شده و امکان سنجی پروژه ها رو چون ما مستقیم میتونستیم به پروژه وصل کنیم، این درسته هزینه در واقع فعالیت عملیاتی نیست ولی فعالیت مستقیم بوده که ما پروژه میتونستیم وصل کنیم و در واقع دایرکت این مسیر رو از اینجا به اینجا وصل کردیم، یعنی نیومدیم فعالیت دوباره بریم تو عملیات ریلی بعد پخشش کنیم که البته خب اینم احتمالاً دقت کار رو ممکنه یه وزنی که توی این محرک ها هست در واقع یه وزنی توی این ارسال مستقیم ما به محصول بده. باید راجع به این بیشتر فکر کرد که کدوم بهتره روشش و جای بحث داره. اینجا میرسیم به تصمیم اولیه. تصمیم ثانویه داریم و اون بهای تمام شده که آخر سر دیدیم چی شد. توی تصمیم اولیه ما اینجا ادارمون رو داریم، فعالیتش رو داریم، چه عملیاتی چه پشتیبانی. مثلا بر اساس اون هزینه‌های غیر مستقیم، دستمزد، هزینه آبر، استهلاک. بحث استهلاک هم اینه که با توجه به اون نحوه بهاییابی یا بهای تمام شده یا اون گزارشی که داریم میدیم ممکنه اینو بخواید یا حذفش کنی یا بذارین باشه، بسته به اون تصمیم داخلی شرکت شما داره یا اون سازمان شما داره. هزینه های غیر در واقع مستقیم رو جمعش رو میذاریم اینجا و به 76 میلیارد میرسیم. این از کجا به دست اومد؟ ببینید در واقع از فعالیت و محرک FTE مون ضرب در محرک اون فعالیت محرک اون سازمان میشه و هزینه موقتی هم که در واقع داشتیم جمعش میاریم. بذاریم نگاه کنید تعداد نفرات رو هر سازمان یا مثلا اینجا متراژ رو ور میداره، اون مثلا چند متر بوده نسبت اون C3 توی اون اداره چند متر بوده و FTE اون فعالیت چقدر بوده تو هم ضرب میشه، این FTE شه، اینم ضرب متراژ این اداره هستش و تسهیم اولیه که همین کد اینجا بود. چند لحظه من اینو براتون توضیح. خب ببینید اینجا الان به طور مثال من یه دونه از اینا رو متراژ رو ریزش رو رفتم نگاه کردم. میگه هزینه های مربوط به اداره حسابداری خرید و فروش رو ببخشید هزینه های مربوط به متراژ فضا رو، اون هزینه هایی که از دفاترمون گفتیم بر اساس متراژ فضا باید تسهیم بشه توی تسهیم اولیه اومدیم، اون رقمی که باید بر اساس متراژ فضا تسهیم میشد و بیار ضرب کن در این که ببین اداره حسابداری خرید و فروش چند متره تقسیم بر کل متراژ این اداره بکن، در واقع نسبت متراژش که سهم این اداره میشه رو پیدا کن.
خب الان اینجا اون کل هزینه ضرب در این نسبت کرد، در واقع نسبت اداره رو بده. بعد اون اداره چند تا فعالیت داره اینجا، اونی که مربوط به صدور اسناد درآمدی هم هست رو FTE شو بیا ضرب کن. یعنی مثلا این فعالیت 2.5 در واقع میبره، شما FTE رو به درصد به دست آوردی، یعنی مثلا 2.5 از 100 نفر بودن کل پرسنل شرکت، FTE اینو شما در آوردی 2.5 مثلا درصد. بعد این 2.5 درصد از این کل این شرکت میشه، چون مربوط به این اداره است. اونجا گفتم که هر FTE هر مدیریتش هم به دست میاری. توی این مدیریت مالی اداری این پروژه مثلا چند درصد شده، یعنی 2.5 درصد، حالا من ذهنی گفتم از 100 نفر، اینجا مثلا از 180 نفر 3.8 مثلا نفر مربوط به مالی بودن. اینجا مدیریت مالی مثلا ثبت و صدور اسناد شده، این FTEش 14.5. یعنی یک بار توی تصمیم اولیه میان کل هزینه هایی که مربوط به هر محرکی از این محرک های منبع هزینه ها هست رو ضرب در نسبت اون مثلا متراژ به کل متراژ. حالا اینجا الان متراژ ساده تره، مثلا تعداد اون دارایی اون اداره به کل دارایی، یا ضرب در FTE دوباره همون اداره، نه FTE کل. اینجا میاد در واقع اون هزینهش محاسبه میشه طبق فرمولی که حالا باید بدید و جمع اینجا نمایش میده که هزینه ها از دفاتر چجوری میان توی اداره ها، توی فعالیت ها پخش میشن توی تصمیم اولیه. و ما اینجا جمعش رو چک کردیم که مثلا این سامی که اینجا مثلا برای این ستون میده جمعش با دفاتر بخونه که مثلا این مبلغ هزینه غیر مستقیم. ما الان تو پخش هزینه غیر مستقیم. خب الان داریم توی هر فعالیت چقدر هزینه است. این فعالیت ها یه سریشون مال ادارات که مستقیم خب میره، مشکلی نیست، یعنی ایناست. یه سری توی این فعالیت هاست که ما باید با ماتریس معکوس و ارتباط این فعالیت و محرک ها با هم بریزیم داخل دوباره همین عملیات مستقیم و اینها هم وارد در واقع محصول بشن که این شیت نهاییه. و این مرحله‌ایه که تصمیم ثانویه است، با ماتریس معکوس انجام دادیم. اینجا داستان رو در واقع پیچیدگیش 27 دقیقه 30 دقیقه ضبط شد. خب باید کامل میگفتیم بچه‌ها. اینجا در واقع باز واحدهای سازمانی داریم توی تصمیم ثانویه، فعالیت هاشون رو داریم، محرک فعالیت هاشون داریم و مقصد فعالیت. اون اداره های پشتیبانی ممکنه به همه، ببینید اینجا به همه واحدهای دیگه هزینه هاشون با یه درصدی که جمعش باید 100 بشه انتقال میدن. جمعش میشه 100 که با خودش میشه در واقع 0. یعنی هزینه از خودش باید کامل تخلیه بشه و ارسال بشه به سطوح دیگه. حالا این نحوه محاسبهش چطوره؟ اینم بزن رو فرمول من ببینم بهتون میگم. خب توی تصمیم ثانویه مثال اینو رفتم چک کردم، میخوایم ببینیم که فعالیت ممیزی در اداره طرح و برنامه‌مون چطوری بین ادارات ممیزی شده هزینه هاش رو که شناسایی کردیم برای فعالیت ممیزی پخش کنیم. پس سری قبل داشتیم از هزینه ها میریم تو چه فعالیت هایی پخش کنیم، اینجا میریم از این فعالیت ها چجوری به ادارات پخش کنیم هزینه ها رو. این بالا ستون در واقع عمودی بحث هزینه هایی که از این ممیزی
بر اساس تعداد ادارات ممیز شده میخواد بره توی مثلا این اداره بخش تجهیز حمل بارهاش. پس اینا پارامترهایی که تاثیر میذاره. ممیزی میریم میبینیم توی اون جدول در واقع فعالیت ها و محرک هاش، این واحد در واقع کجاست؟ این اداره‌ای که قرار هزینه بهش بره یکی از مثلا 13 تا ممیزی که انجام شدی مال این اداره بود، 1/13 پس میاد در واقع اینجا اداره رو میگیره 1/13 بهش تخصیص میده و میگه FTE در واقع این تجهیز حمل بارای اخذ شده رم به من بگو که یعنی مثلا از 5.5 که توی این دارن کار میکنن FTE فعالیتش چی بوده. مثلا بذاریم ما بریم الان اینو ببینیم مشخص شه. I3 تا FP ببینیم FP که مربوط به ریلی لوجستیک کارگو میشه، تجهیز و حمل کانتینری، FPش این میشه که AA 56 یعنی ببینین اینجا میگه 12 نفر دارن کار میکنن توی این فعالیت. AA 56 که در واقع اینجا میبینیم 19 نفر توی این اداره دارن کار میکنن. برای همین میاد اون 12 نفری که اون 19 نفر دارن فعالیت میکنن و میگه 12/19 هزینه های مربوط به ممیزی رو ضرب در 1/12 که یک ممیزی از 12 تا ممیزی بوده، انقدر 1/12 این ضرب در اون نسبت FTE این فعالیت باید به این تخصیص داده بشه. بعد فعالیت بعدی تو همین اداره هم باز 1/12 ضرب در FTE فعالیت باز همین اداره. حالا این ذرایب انتقال هزینه از فعالیت هاست به فعالیت های اصلی و ادارات اصلی و میبینید که مثلا بعضی جاها به خودشون هم ممکنه که مثلا اداره مالی هم ممیزی میکنه، بعد اداره مالی دوباره پایینتر مثلا دوباره ببینید مثلا اینجا خودش یه سری فعالیت داره، هزینه ها میاد تو اداره مالی از ممیزی، بعد دوباره از مالی به اون نسبت هایی که باید محاسبه بشه با همین دستورالعملی که الان توضیح دادم واسه از FTE و محل قرارگیری در واقع اون خود فعالیته. حالا خواستین این فایلش هم من یه جوری در اختیارتون نمیدونم بتونم بذارم یا نه، ولی میتونید که اینطوری در واقع هزینه ها رو یک ماتریسی مربعی بهش تهیه کنین و به خودشون باید در واقع هر سطح باید جمعی صفر بشه، به خودش باید منفی اون چیزی که انتقال داده شده رو به خودش بدین که اون سطح جمعش بشه صفر. مثلا اینجا نگاه کنین اینجا جمعش شده صفر. بگذاریم این ماتریس رو درست میکنید، بعد میایید دوباره اون تیتراش یه بار دیگه کپی میذارید اینجا. این بالام که توضیح دادم اینه همه همون اون خدمت هاست که نمیگم خدمت ها در واقع این سمت راستی ها
واحد هان اینجا فعالیت، اینجا محرک فعالیت و همه اداره هم هستن. بعد اینجا ماتریس معکوسش رو گذاشتیم، یعنی مینورس کل اون ماتریس بالا رو مربعی رو اینجا دوباره مینورسش رو گذاشتیم حساب کرده. اینجا هم که کل فعالیت هامون رو میبینیم، فعالیت هامون اینجا هم هستش، درسته؟ میبینین تعدادش چند تاست؟ 50 تا فعالیت. اینجا هم که چکش کنیم 48 تا نوشتم. حالا احتمالا اینجا 2 تا چیزی اضافه تر من سلکت کردم. به هر حال کل فعالیت ها رو توی تصمیم ثانوی هم آوردم. حالا اینجا عنوان فعالیت رو میبینیم 48 تاست. بعد 48 تاست. اینجا ماتریس معکوسشون رو محاسبه میکنیم. بعد از ضرب، ببینید مبلغ هزینه‌مون در ماتریس معکوس اونجا تو اون فعالیت، رقم ریالی اون فعالیت این چیه؟ رقم ریالیه که جمعش 76 تا شد تو تصمیم اولیه برای هر فعالیت اینجا به دست آوردیم. یعنی این رقم نهایی رو که برای هر فعالیت به دست آوردیم گذاشتیم توی تصمیم ثانویه ضرب در ماتریس معکوسی که گذاشته بودیم و این جمع ستونهاش در واقع هزینه هایی که انتقال داده میشه به هر واحد. بعد اینایی که منفی شده یعنی اونهایی که در واقع حذف میشن فعالیت هایی یعنی که پشتیبانی هم، و اینایی که من سبز رنگ کردم فعالیت های اصلی بودن که توی پاورپوینت گفتم این فعالیت های بخش عملیاتی، حالا ما بعضی را مستقیم دادیم. فعالیت اصلی اینجا جمعش رو گذاشتیم و یعنی مثلا به طور مثال این تجهیز حمل بار توی اداره کانتینر جنرال کارگو شده این هزینه در واقع، و جمع این هم با جمع اون 76 تا سربارم میخونه و این هزینه ها رو به تفکیک اومدم اینجا بر اساس این فعالیت های مستقیم چیدم که اینجا در واقع میتونید ببینید که هر محصول من الان هزینه مستقیمش، هزینه غیر مستقیمش چطوری هستش، جمعش چطوره دیگه. شما اینجا تعداد و هزینه واحد رو میچینید و بودجه آغاز میشه. فروش هم میتونید بذارید که سود و زیان بهای تمام شدهتون در بیاد. و ببینم چیزی جانم. خب مدت ویدیو نزدیک 40 دقیقه شد. سعی میکنم که 2 تیکش کنم ویدیو رو آپلود کنم و این که سعی کنید این پروسه رو اجرا کنید برای خودتون تو اکسل. براتون حتما مثل من سوالایی پیش میاد و وقتی خارج از بحث تئوری میایید توی عملیات و عددگذاری خیلی کیس های خاص ممکنه اتفاقات خاصی بیفته و در مجموع براتون مفیده. بعد میره پایه بودجه ریزیتون میشه، پایه در واقع کارسنجی و مدیریت، در واقع اهرم‌هایی به دستش میاد که تنظیمگری کنه و در آخر هم برسید به استراتژی و کارت امتیازی متوازن و ریشه دار شدن و عمیق شدن ارتباط اعداد و ریال و دلار با استراتژی های شرکت. تا دیدار بعد، بدرود.